خب، بسم الله الرحمن الرحیم. مثال دوم رو در ادامه درس بالانس اجرام دورانی خدمتون عرض میکنم. توی مثال گفته که سیستمی داریم که دوتا جرم نابالانس دورانی MR1 و MR2 روش قرار گرفته. مشخصات این سیستم تو شکل نشون داده شده. گفته که اول چک کنید که ببینیم این سیستم بالانس هست یا نه، و اگه نیست در واقع بالانسش بکنیم. تقریبا مشابه مثال اول هستش. دو تا جرم نابالانس MR1 به اندازه 0.2 کیلوگرم متر و MR2 به اندازه 0.4 کیلوگرم متر در واقع روی این محور نصب هستن که زاویه بینشون هم همون 90 به اضافه 60 درجه هست و همجور که خدمتتون عرض کردم چون اینها همراه محور با هم میچرخند، زاویه بینشون همیشه ثابته و بنابراین فرقی نمیکنه که من تو چه لحظه این مسئله رو حلش بکنم. حالا من دارم تو لحظه حل میکنم که زاویه جرم اول 90 با قسمت مثبت محور افقی و زاویه جرم دوم هم 60 با قسمت منفی محور افقی، ولی میگم اصلا مهم نیست این دوتا زاویه، مهم زاویه بینشون هست که چقدر باشه. از نظر طولی جرم اول به فاصله 60 میلیمتری در واقع یاتاقان سمت چپ قرار گرفته است و جرم دوم به فاصله در واقع 140 میلیمتری یاتاقان اول و 20 میلیمتری یاتاقان سمت چپ و 20 میلیمتری یاتاقان سمت راست در واقع قرار گرفته است. خب برای اینکه من چک کنم ببینم که آیا این بالانس هست یا نه، ابتدا باید نیروهای اینرسی و گشتاورهای اینرسی ناشی از وجود این اجرام نابالانس دورانی را بررسی بکنم. برای نیرو که مشکلی نیست، برای گشتاور فعلا یاتاقان سمت چپ را مبنای گشتاورگیری در واقع قرار میدهم. خب نیروهای اینرسی یه FO1 هست که اندازش MR1 هست که 0.2 کیلوگرم متر هست در راستای خودش به سمت بیرون. یه FO2 هست که اندازش MR2 هست که میشه 0.4 در راستای خودش به سمت بیرون. گشتاورگیری از اونجایی که مبنای گشتاورگیری سمت چپ نیروی اول و نیروی دوم هست، بنابراین برای جهت گشتاور نیروی اول و گشتاور نیروی دوم کافی است که این نیروها را 90 درجه کانتر کلاک وایز در واقع بچرخانیم. اندازه گشتاورها هم می شود MRA که آ فاصله نیرو در طول محور تا مبنای در واقع گشتاورگیری هستش که با این توضیحات در واقع MO1 میشه MR1A1 که A1 60 میلیمتر هستش، بنابراین میشه 2 دهم ضرب در 60 که میشه 12 کیلوگرم متر میلیمتر و MO2 میشه MR2A2 که 4 دهم ضرب در، چون مبنا اینجا ضرب در 140 میلیمتر میشه که میشه 56 کیلوگرم متر میلیمتر. میتونستم این 140 و این 60 را به متر هم تبدیلش کنم، اینجا عوضش میشد کیلوگرم متر به توان 2، ولی خیلی مهم نیست. من تا آخر واحد گشتاور را کیلوگرم متر میلیمتر برم، در واقع مشکلی پیش نمیاد. از نظر جهتی هم که گفتم FO2 را 90 درجه کانتر کلاک وایز میچرخانیم، FO1 را هم 90 درجه کانتر کلاک وایز، چون مبنای گشتاورگیری سمت چپ هر دو نیروی ما قرار دارد. حالا چک میکنیم ببینیم آیا سیگما FO برابر با صفر، آیا سیگما MO برابر با صفر یا خیر. خب سیگما FO یعنی همون سیگما MRI می شود MR1 به اضافه MR2. میتونیم به صورت مؤلفه‌ای همجور که تو مثال قبل گفتم انجامش بدیم، میتونیم هم به صورت ترسیمی. اگه ترسیمی باشه یه مبنای رسم نیرو در نظر میگیریم، یک اسکیلی در نظر میگیریم، بعد از مبنا MR1 را رسم میکنیم، از انتهاش MR2 را رسم میکنیم. اگه قرار باشه این جمع صفر بشه باید انتها به ابتدا چی بشه؟ برگرده، که میبینیم اینجا این اتفاق نمیفته، بنابراین سیگما MR مساوی صفر نیست، پس از نظر نیروی بالانس نیست، یعنی از نظر استاتیکی در واقع بالانس نیست. خب سیگما گشتاور را هم چک میکنیم، سیگما MRA را هم چک میکنیم، باز هم ترسیمی هم مؤلفه‌ای.
یک مبنای در واقع رسم نمودار انتخاب میکنیم، یک اسکیلی برای گشتاور انتخاب میکنیم و گشتاورها رو رسم میکنیم. جهت MRA1 را داریم، جهت MRA2 را هم داریم، یه خط افقی اینجا رسم میکنیم. زاویه MRA1 با افق که 30 درجه میشه رو جدا میکنیم و MRA1 را اندازش را هم داریم، با اسکیلمون رسم میکنیم. از انتهاش MRA2 را هم رسم میکنیم. MRA2 هم افقی هست، اون جهت اون خط افقی که اینجا رسم کرده بودیم رو منتقل میکنیم اینجا. از انتهاش MR2A2 را هم رسم میکنیم. این هم اگه قرار باشه صفر بشه باید انتها به ابتدا در واقع برسد که در این مورد هم نمیرسد، پس از نظر گشتاوری هم بالانس نیست و بنابراین نه استاتیکی بالانس است و نه دینامیکی. یادآوری میکنم اگه بخواد استاتیکی بالانس باشه باید سیگما MR صفر باشد و اگر بخواهد دینامیکی بالانس باشد هم سیگما MR باید صفر باشد هم سیگما MR آ باید صفر باشه. تاکید دیگه این رو هم که اینجا توی این دوتا مثال انجام میدم اینه که MR و MRA اسکالر نیستند، بردار هستند. حواستون باشه که چون خیلی از بچه ها سیگما MR را اسکالر می نویسن، MR را با هم جمع می کنن، MRA ها را هم به صورت اسکالر با هم جمع می کنن که این درست نیست. خب پس این سیستم بالانس نیست. حالا چک میکنیم ببینیم که آیا با یک جرم بالانس می شود. برای این کار قرار شد که باقی مانده دیاگرام نیرو را چک بکنیم، بر باقی مانده دیاگرام گشتاور را هم چک بکنیم. این دوتا قرار شد که بر هم عمود باشند. اگر بر هم عمود باشند پس این میتونه MR باشه و این میتونه MRA همون MR باشه، چون که این اگر نیرو باشد این گشتاور همان نیروست و میدونیم که نیرو و گشتاور در واقع توی این مسئله بالانس بر هم چی هستن؟ بر هم عمودن. کلا نیرو و گشتاور همیشه بر هم عمودن. گشتاور همان نیرو بر همان نیرو عمود است. و اگر که در واقع باقی مانده نیرو، دیاگرام نیرویی بر باقی مانده دیاگرام گشتاوری عمود نباشد، طبیعتاً با یک جرم قابل بالانس کردن نیست. برای همین اگر من دیاگرام ها را ترسیمی رسم کرده باشم این باقی مانده را میکشم، یعنی انتهای دیاگرام نیرو را به ابتداش وصل میکنم، ادامه میدم. انتهای دیاگرام گشتاور را هم به ابتداش وصل میکنم، ادامه میدم. زاویه این دوتا را با نقاله میخوانم. اگر نه اینا را به صورت مؤلفه‌ای جمع کرده باشم، خب در واقع حاصل جمعشون اگه منفی بشه میشه باقی مانده دیاگرام نیرو و این دوتا هم حاصل جمعشون اگه منفی بشه میشه باقی مانده دیاگرام گشتاور، چون جمع این سه تا باید بشه صفر، جمع این سه تا هم باید بشه صفر. پس اگه اینها رو مؤلفه‌ای داشته باشم این را هم مؤلفه‌ای میتونم به دست بیارم، میشه منفی این به اضافه منفی این. اگه این دوتا رو هم مؤلفه‌ای داشته باشم این را هم میتونم مؤلفه‌ای به دست بیارم، میشه منفی این به اضافه منفی این. و بعد این را به صورت بر حسب آی و جه دارم، این را هم بر حسب آی و جه دارم، ضرب داخلی میکنم. اگه ضرب داخلیشون صفر شد یعنی زاویه بینشون 90 درجه است و اگر ضرب داخلیشون صفر نشد یعنی زاویه بینشون 90 درجه نیست. حالا که من ترسیمی رفتم خیلی راحت نقاله را میذارم، این زاویه را اندازه گیری میکنم. توی این مثال این زاویه شهودی هم مشخصه که 90 درجه در واقع نیست. خب پس این سیستم با یک جرم قابل بالانس کردن نیست، مثل مثال اولی که با هم بررسی کردیم و میدونیم که اگر با یک جرم قابل بالانس کردن نباشد با بیش از یک جرم حتما قابل بالانس کردن است و اولین عدد بعد از یک جرم طبیعتا میشود دو جرم. پس چون با یک جرم قابل بالانس کردن نیست حتما با دو جرم قابل بالانس کردن هست. خب وقتی من دو جرم اضافه می کنم در واقع 6 تا مجهول پیدا می کنم. برای جرم اول ام آرش رو باید حساب بکنم، تتاش رو باید حساب بکنم، آش رو هم باید حساب بکنم. برای جرم دوم هم ام آر تتا و آش رو باید حساب بکنیم. پس اگه دو جرم اضافه بکنیم 6 تا مجهول پیدا می کنیم. ولی معادلاتی که در اختیار داریم سیگما ام آر مساوی صفر و سیگما ام آر آ مساوی صفر هستش. سیگما ام آر مساوی صفر در صفحه دو تا مؤلفه داره، در راستای آی و راستای ج، پس تبدیل به دو معادله میشه. سیگما ام آر آ مساوی صفر هم باز در صفحه دو تا معادله داره،
دو تا مؤلفه داره، یکی در راستای آ یکی در راستای ج، پس اینم میشه دو تا معادله. بنابراین کلا 4 تا معادله داریم و 6 تا مجهول و بنابراین مجبوریم از بین این 6 تا مجهول 2 تاش را انتخاب بکنیم، 4 تای دیگه را محاسبه بکنیم. اینکه کدام 2 تا را از بین این 6 تا انتخاب بکنیم و 4 تای دیگه را از این معادلات حساب بکنیم مهم نیست. بالاخره 6 تا مجهول داریم، 4 تا معادله، 2 تاش باید انتخاب بشه. ولی معمولا اون 2 تایی که انتخاب میکنن 2 تای هم نام هست، یعنی از اولی اگر ام آرش را انتخاب میکنن از دومی هم ام آرش را انتخاب میکنن، یا اگر از اولی تتاش را انتخاب میکنن از دومی هم تتا و همچنین در مورد آ. وگرنه ما میتونیم این 2 تا را مثلا ام آر ای 1 و تتای ای 1 را انتخاب بکنیم و 4 تای دیگه را به دست بیاریم. اینش خیلی اهمیتی نداره، ولی معمولا هم جنس یکی از این یکی از اون انتخاب میکنیم. با این کامنت یا با این نقطه نظر در واقع بنابراین من 3 حالت خواهم داشت وقتی میرسم به یک همچین مسئله‌ای که با یک جرم بالانس نمی شود و با 2 جرم بالانس می شود. پس من 3 تا حالت میتونم از اینجا به بعد پیش برم. یکی این که 2 تا ام آر را انتخاب بکنم و 4 تای دیگه رو به دست بیارم، یکی این که 2 تا تتا را انتخاب بکنم و 4 تای دیگه رو به دست بیارم، و یکی این که 2 تا آ را انتخاب بکنم و 4 تای دیگه رو به دست بیارم. اینکه کدام ها را انتخاب میکنیم بسته به فیزیک مسئله ما داره، شرایط مسئله ما داره، جا داشته باشیم نداشته باشیم، چه امکاناتی داریم و مواردی در واقع از این دست. خب من حالت اول را با این مثال پیش میبرم. من 2 تا آی ای 1 و آی ای 2 را انتخاب میکنم و سعی میکنم که 4 تا مجهول تتای ای 1 ام آر ای 1 و تتای ای 2 ام آر ای 2 را به کمک اون 4 تا معادله در واقع محاسبه بکنم. توی همچین حالت هایی صورت سوال اینجوری میشه، میگه سیستمی داریم که مثلا دارای 2 جرم نابالانس دورانی ام آر 1 ام آر 2 هست. این سیستم اگر بالانس نیست و اگر با یک جرم بالانس نمی شود میخواهیم با 2 جرم بالانس کنیم، ولی این 2 جرم را در طول میله در نقاط B و A میخواهیم قرار بدهیم. اینجا A را داره انتخاب میکنه، میگه به فاصله 20 میلیمتر از مثلا یاتاقان سمت چپ میخوام جرم اولم رو بذارم و به فاصله 120 میلیمتر از یاتاقان سمت چپ جرم دومم را بگذارم. حالا شما محاسبه بکنید که توی اینجا چه جرمی با چه زاویه‌ای باید قرار بدم و توی اینجا چه جرم نابالانسی با چه زاویه‌ای باید قرار بدهم. پس صورت سوال به این ترتیب در واقع تو حالتی که ما آ را انتخاب میکنیم و دنبال تتا و ام آر هستیم به این صورت در واقع تعریف می شود. خب چک بالانسش را دیگه قبلا چک کردیم، بالانس نبود. البته یه ذره این فاصله ها تغییر کرد نسبت به اون مثال شماره 2 که با هم شروع کردیم، یه ذره این فاصله ها تغییر کرده. من صورت سوال رو تغییر دادم ولی زاویه ها و ام آر ها همون قبلی ها هستن. ولی به هر حال اول باید چک کنیم که بالانس هست یا نه، مثل همون مثال های قبلی. این را هم چک میکنیم، میبینیم که بالانس نیست و حالا میخواهیم با 2 تا جرم در صفحات A و B در واقع بالانسش بکنیم. خب ما یه قاعده ای توی استاتیک داشتیم و میگفتیم اگر که سیگما F برابر با 0 باشد و سیگما گشتاور حول یک نقطه 0 شود، حول هر نقطه دیگری هم 0 میشود. این معادله این بود توی استاتیک اگه خاطرتون باشه که یک سیستم در حال تعادل به جای اینکه سیگما F مساوی 0 و سیگما گشتاور حول یه نقطه چک کنیم، میتونستیم سیگما گشتاور حول 2 تا نقطه چک کنیم. اگر سیگما گشتاور حول 2 نقطه 0 باشد، این معناش اینه که سیگما F 0 است، سیگما گشتاور هم چیه؟ در واقع حول هر نقطه‌ای 0 خواهد بود. ما توی یه همچین مسائلی که انتخاب میکنیم جرم هامون رو توی چه صفحه قرار بدیم،
یعنی آها را انتخاب میکنیم، از این خاصیت استفاده میکنیم. به جای اینکه بیایم یه بار سیگما ام آر مساوی صفر قرار بدیم، یه بار سیگما ام آر آ مساوی صفر قرار بدیم، دو بار سیگما ام آر آ را مساوی صفر قرار میدیم. یه بار مبنای گشتاورگیریمون رو صفحه B قرار میدیم و بنابراین مشخصات جرم آ را حساب میکنیم. یه بار مبنای گشتاورگیریمون را روی صفحه آ قرار میدیم و مجهولات جرم B را حساب میکنیم. حالا چون سیگما ام آر آ حول دو نقطه صفر شده، این یعنی این که هم سیگما ام آر آ صفره، هم سیگما چی؟ هم سیگما ام آر در واقع صفر هست. پس از نمودار گشتاور شروع میکنیم توی همچین حالتهایی حل مسئله را. یعنی سیگما ام آر آ باید صفر باشه، ام او یک به اضافه ام او دو به اضافه ام او آ به اضافه ام او بی باید مساوی صفر باشد و مبنای گشتاورگیریمون را اگر روی یکی از صفحات آ یا بی قرار بدیم، اون خودش چه گشتاورش چی میشه؟ حذف میشه و بنابراین تعداد مجهولاتمون کم میشه و ما میتونیم از این معادله استفاده بکنیم. این معادله تو صفحه همونجور که خدمتتون عرض کردم دو تا مؤلفه دارد، یکی در راستای آی، یکی در راستای ج. پس این معادله یک معادله برداری است که وقتی تبدیل به معادله اسکالر میشه دو تا معادله به ما میده و ما هم دو تا مجهول میخوایم. وقتی من مبنای گشتاورگیری را بذارم روی صفحه B، ام اوی آ اندازه و جهتش مجهول میشه که به دست میاد و وقتی یه بارم بذارم روی آ، ام اوی بی اندازه و جهتش مجهول میشه که دوتا معادله دارم و در واقع به دستش میارم. پس توی این حالت مسئله از معادله گشتاور شروع میشود. یه بار مبنای گشتاورگیری را روی B قرار میدیم، آ را حساب میکنیم، یه بار گشتاورگیری را روی آ قرار میدیم و مجهولات B را حساب میکنیم و به این ترتیب مسئله را حلش میکنیم. خب توی این مثال من ابتدا مبنای گشتاورگیری را روی صفحه B قرار میدم، یعنی تصمیم میگیرم که جرم بیم را در این نقطه از طول محور به محور وصل بکنم. حالا تنها چیزی که باید حساب کنم اینه که خب تو چه زاویه‌ای و به چه اندازه‌ای باید جرم B را در واقع رسم بکنم و برای آ هم به همین ترتیب. فعلا مبنای گشتاورگیری صفحه B قرار میگیرد. رابطه گشتاور را می نویسم. برگردم. ببخشید. خب شروع می کنم. مبنای گشتاورگیری صفحه B هستش. دقت بکنید وقتی مبنای گشتاورگیری عوض میشه، جهت گشتاور ممکنه که عوض بشود، اندازه گشتاور هم طبیعتاً عوض می شود. خب مبنای گشتاورگیری صفحه B سمت چپ جرم 1 قرار گرفته، سمت چپ جرم 2 هم قرار گرفته است. پس گشتاور جرم 1 نسبت به صفحه B همچنان باید نیروی جرم 1 را در واقع 90 درجه کانتر کلاکوایز بچرخانم، نیروی جرم 2 را هم کانتر کلاکوایز بچرخانم. ام پریم او یک می شود ام آر یک در آ پریم یک که آ پریم یک الان فاصله جرم یک تا مبنای گشتاورگیری جدیده که میشه 40 میلیمتر. ام پریم او دو میشه ام آر دو ضرب در آ پریم دو که آ پریم دو فاصله جرم دو از مبنای گشتاورگیری است که 40 به اضافه 60 به اضافه 20 میشه 120 میلیمتر. ام پریم اوی آ گشتاور جرم آ می شود ام آر آ که ما ندارمش، مجهولمه، باید حسابش بکنم، ضرب در فاصلش تا مبنای گشتاورگیری که 100 میلیمتر هستش و ام اوی بی هم می شود ام آر بی که ندارمش، ضرب در آ پریم بی که آ پریم بی یعنی فاصله جرم بی تا مبنای گشتاورگیری که 0 است و در واقع ام پریم او یک به این صورت، ام پریم او دو به این صورت، ام پریم اوی آ هم که اندازش 100 ام آر آ هست که مجهوله، جهتش هم که مجهوله، باید معادله سیگما ام او مساوی 0 را بنویسیم و هم جهت ام پریم اوی آ و هم اندازه ام اوی آ و در نتیجه اندازه ام آر آ را به دستش چیکار کنیم؟ به دستش بیاریم. حالا
پس رابطمون به صورت ام پریم او یک به اضافه ام پریم او دو به اضافه ام پریم او آ مساوی صفر نوشته می شود و جهت ام پریم او یک ام پریم او دو هم که مشخص است. باز هم این معادله را میتونم به فرم مؤلفه حلش بکنم یا به فرم در حقیقت ترسیمی. اگه بخوام ترسیمی حلش بکنم، یک مبنایی برای رسم دیاگرام گشتاورم در واقع به کار میبرم، انتخاب میکنم و یک اسکیلی با توجه به در حقیقت ابعاد اندازه هایی که اینجا دارم، ام پریم او یک 8 کیلوگرم متر میلیمتر و ام پریم او دو 48 کیلوگرم متر میلیمتر، ام پریم او یا هم که مجهول هستش. خب من این نقطه را به عنوان مبنا در نظر میگیرم. اول از معلوم ها شروع میکنیم، یا ام پریم او یک یا ام پریم او دو. من ام پریم او یک را احتمالا رسم کردم. برای رسم باید یک خط افقی در نظر بگیریم. میتونیم همین خط افقی را منتقل کنیم اینجا اگر دقیق است، میتونیم هم خودمون یک خط افقی بکشیم، فرقی نمیکنه. اول ام پریم او یک که اندازش 8 بوده توی این راستا رو رسم میکنم. وقتی میگم توی این راستا، چون این زاویه 60 درجه است، اینم بر این عموده، زاویه این با افق میشه 30 درجه، پس این زاویه میشه 30 درجه، اندازش هم که 8. از انتهاش معلوم دوم رو رسم میکنم، ام پریم او دو که اندازش رو داشتیم، فکر کنم 48 بود، یادم نمیاد و توی اسلاید قبلی هست، و افقی هم که بود. بنابراین به موازات این خطی که رسم کردم این را رسمش میکنم. خب طبیعتاً ام اوی آ وظیفش اینه که انتهای این دیاگرام را برساند به ابتدای این دیاگرام تا جمعشون بشه چی؟ بشه صفر. پس خیلی راحت انتهای ام پریم او دو را به ابتدای ام پریم او یک وصل میکنیم یا به ابتدای دیاگراممون وصل میکنیم. این بردار قرمز رنگ طبیعتا میشود ام اوی آ و حالا مجموع اینها ام پریم او یک، ام پریم او دو، ام پریم اوی آ مساویه چی میشه؟ مساویه در واقع صفر می شود. و حالا خط کش میذارم، طول ام پریم اوی آ را اندازه گیری میکنم که 41 کیلوگرم متر میلیمتر در آمده است. قبلا هم میدونستم که اندازش میشه 100 ام آر آ. این دوتا رو که به هم تقسیم بکنم، اولین مجهولم از جرم آ که ام آر باشد به دست میاد 41 صدم کیلوگرم متر. خب دومین مجهول تتا هست، یعنی من الان میدونم که یک جرم نابالانسی به اندازه 41 کیلوگرم متر باید اینجا اضافه بکنم، ولی تو چه زاویه‌ای اضافه بکنم و هنوز به دست نیاوردم و میدونم هم که در این طول باید اضافه بشود. خب من الان جهت گشتاور را دارم. خب جهت این که در چه زاویه‌ای من این جرم را اضافه بکنم از روی جهت ام آر ها به دست میاد دیگه. اف او یک در واقع همون ام آر بود، اف او دو همون ام آر بود و جهت ام آر ها هستند که زاویه را مشخص میکنن. پس من از روی جهت گشتاور باید جهت نیرو را به دست بیارم. خب جهت نیرو عمود هست بر گشتاور. حالا فقط میمونه که به سمت بالا جهت نیرو را در نظر بگیرم یا به سمت پایین، که خب اینم قاعده‌شو داشتیم. مبنای گشتاورگیری اینجاست، نیروی ام آر آ اینجا باید اضافه بشه، پس مبنای گشتاورگیری سمت چپ نیرو قرار گرفته. بنابراین چون مبنای گشتاورگیری سمت چپ نیرو هست، پس اگر نیرو بخواهد بشود گشتاور، باید نیرو 90 درجه کانتر کلاک وایز بچرخد. ولی من اینجا گشتاور را دارم، میخوام گشتاور را به نیرو تبدیل کنم. پس چون مبنای گشتاورگیری سمت چپ نیروی ام آر آ هستش، بنابراین باید گشتاور را 90 درجه کلاک وایز بچرخانم تا جهت نیرو چی بشه؟ تا جهت نیرو در واقع به دست بیاید و بنابراین در واقع جهت نیرو به این ترتیب خواهد شد. ام آر آ یا اف اوی آ 90 درجه ام اوی آ را میچرخانم به کلاک وایز با اون توضیحی که دادم، پس جهت نیرو به این صورت خواهد شد. حالا خط افقی را
در واقع رسم میکنم، همون خط افقی که اینجا داشتم، نه یه خط افقی جدید، همون خط افقی که اینجا داشتم را اینجا یا همون جایی که بود رسم میکنم. زاویه این بردار آبی رنگ را با خط افق اندازه گیری میکنم که میشه منهای 84 درجه. حالا در زاویه منهای 84 درجه یک جرم نابالانس MRA به اندازه 41 صدم در واقع چه کار میکنم؟ اضافه میکنم. این مال جرم آ. پس MRA 41 صدم به دست آمد، زاویه تتای آ هم منهای 84 صدم منهای 84 درجه به دست آمد. حالا میرم سراغ جرم B. برای جرم B مبنای گشتاورگیری را این دفعه میذارم روی جرم آ، روی صفحه‌ای که قرار جرم آ قرار بگیره و رابطش را در واقع شروع میکنم به نوشتن. گشتاورها را این دفعه باید حساب بکنم. خب این حالت را با ز گند نشون میدیم. ام ز گند O1. این جرم اوله، فاصلش 40 میلیمتر هست. فاصلش الان مبنای گشتاورگیری روی آ هستش. فاصلش در واقع 60 میلیمتر هستش. پس میشود 2 ضرب در 60 که میشه 12. برای جرم 2 فاصلش تا مبنای گشتاورگیری 20 میلیمتر هست. ام ز گند O2 میشه ام آر 2 ضرب در آ ز گند 2 که میشه 14 ضرب در 20 میلیمتر که میشه 8 کیلوگرم متر میلیمتر. ام ز گند اوی آ میشه ام آر آ ضرب در آ ز گند آ که چون مبنای گشتاورگیری روی صفحه آست میشه 0 و ام ز گند اوی بی میشه ام آر بی ضرب در آ ز گند بی. ام آر بی را که ندارمش قرار به دستش بیارم. آ ز گند بی هم که فاصله آ تا بی هست که 100 میلیمتر هستش، پس می شود 100 تا ام آر بی که در حقیقت مجهول هستش. از نظر جهتی خب الان مبنای گشتاورگیری آ، برای اینکه گشتاور ام آر 1 را حساب بکنم، چون مبنای گشتاورگیری سمت راست در واقع جرم اول هست، پس جهت نیروی جرم اول باید 90 درجه کلاک وایز بچرخد تا بشود جهت گشتاور. بنابراین اف او 1 باید 90 درجه در کلاک وایز در این راستا بچرخه. ولی همچنان صفحه آ سمت چپ جرم دوم هست، پس باز هم گشتاور جرم دوم برای اینکه به دستش بیارم کافی است که نیروی جرم دوم را 90 درجه کانتر کلاک وایز بچرخانم از این سمت تا گشتاور جرم دوم چی بشه به دست بیاد. پس ام ز گند او 1 عمود بر اف او 1 به سمت بالا و ام ز گند او 2 عمود بر اف او 2 به سمت چپ خواهد بود. در مورد ام ز گند او بی هم که فعلا اطلاعاتی ندارم، میرم به دستش بیاد. خب جمع اینها باید برابر با 0 باشه. ام ز گند او یا هم که خودش 0 و بنابراین رابطه هم به صورت ام ز گند او 1 به اضافه ام ز گند او 2 به اضافه ام ز گند او بی مساوی 0 نوشته میشه. حالا یا این رابطه را همونجور که گفتم مؤلفه‌ای حلش میکنم یا ترسیمی. اگر ترسیمی حلش بکنم باید یک نقطه شروعی برای رسم دیاگرام انتخاب کنم، باید یک اسکیلی انتخاب بکنم. آیا این اسکیل با اون اسکیل قبلی یکی باشه؟ میتونه باشه، میتونه نباشه. آیا نقطه شروع هم با نقطه شروع قبلی یکی باشه؟ قطعا نباید باشه چون نمودارها توی هم میره و باید جدا باشه قطعا تا نمودارها را بتونیم از هم تفکیک بکنیم. من در واقع این نقطه را به عنوان مبنای شروع در نظر گرفتم، یه اسکیلی هم در نظر گرفتم. ابتدا بردارهای معلوم ام ز گند او 1 یا ام ز گند او 2 فرقی نمیکنه. من احتمالاً ام ز گند او 1 را رسم کردم و برای اینکه شروع رسم کنم یه خط افقی خودم میکشم. میتونه با این افق یکی باشه، میتونه با افق قبلی یکی باشه، میتونه هم نباشه. این خط مبنا میشود، خودم میکشم با خط کش. بعد از اینجا ام ز گند او 1 را با اسکیلی که داشتم رسم میکنم، اندازش رو داشتم، زاویهش رو هم که با افق دارم 30 درجه است رسم میکنم. از انتهای ام ز گند او 1 ام ز گند او 2 را رسم میکنم و حالا ام ز گند او بی قرار است که این دیاگرام را ببندد. بنابراین ام ز گند او بی برداری است که انتهای ام ز گند او 2 را به ابتدای دیاگرام وصل میکند و به این ترتیب ام ز گند او بی هم اندازش به دست می آید و هم چیش هم در واقع جهتش. خب خط کش میگذارم، طول ام ز گند او بیم را میخونم،
با اسکیلم برش میگردونم به طول واقعی. این کار رو اگه بکنیم، من با اسکیل برش گردوندم شده 19 و 33. حالا احتمالاً اسکیلم 1:1 نبوده است، چون اگه 1:1 بوده است که با خط می بود که با خط کش نمیتونستم 33 صدم رو اندازه گیری بکنم. به این چیزا خیلی دقت بکنید. احتمالاً اسکیلم 1:1 نبوده است. خب پس طول را با خط کش اندازه گرفتم، با اسکیلم برگردوندم شده 19 و 33. میدونستم که این 100 MRBه. خب تقسیم به 100 که بکنیم، MRB مقدارش به دست میاد 19 صدم کیلوگرم متر. این اولین مجهول از جرم نصب شده در بی. خب تتای بی میماند همونجور که در مورد آ گفتیم. برای اینکه تتای بی را پیدا بکنم باید ام زگنده اوی بی را 90 درجه بچرخانم، چون گفتم نیرو بر گشتاور عمود است. خب حالا 90 درجه کلاک وایز باید بچرخانم یا کانتر کلاک وایز. نگاه میکنم به مبنای گشتاورگیری. از آنجا که مبنای گشتاورگیریم سمت راست نیرو هست، الان مبنای گشتاورگیری آ نیرو در بیه، مبنای گشتاورگیری سمت راسته، پس اگر نیرو بخواهد به گشتاور تبدیل شود باید 90 درجه در واقع کلاک وایز بچرخد و بنابراین اگر گشتاور بخواد به نیرو تبدیل شود باید 90 درجه کانتر کلاک وایز بچرخد. پس ام زگنده اوی بی را 90 درجه کانتر کلاک وایز میچرخانیم و راستای ام آر بی یا اف اوی بی به دست میاد. ببینید الان اگه همون برعکسی که شما حفظ کردید را نگاه بکنیم، مبنا گشتاورگیری اینجاست، نیروی بی اینجاست. چون مبنای گشتاورگیری سمت راست نیرو هست، پس برای اینکه از نیرو برسیم به گشتاور، نیرو باید 90 درجه کلاک وایز بچرخد. خب نیرو اگه اینجوری باشه و 90 درجه کلاک وایز بچرخه میشه این گشتاورمون، بنابراین باید گشتاور را 90 درجه کانتر کلاک وایز بچرخانیم. یعنی همون کاری که برای پیدا کردن گشتاور از روی نیرو انجام میدادیم باید برعکسش را برای پیدا کردن نیرو از روی گشتاور چی کار بکنیم؟ انجام بدیم که این بر اساس این تعیین میشد که مبنای گشتاورگیری سمت چپ نیرو باشد یا سمت راست نیرو. حالا خط افقی که در واقع داشتیم که به کمکش این بردارها را رسم کردیم را همچنان داریم. حالا به اینجا منتقل میکنیم یا از همین جا اندازه گیری میکنیم و این زاویه را در واقع با نقاله میخونیم که 75.5 بوده. البته طبیعتا نقاله نیم درجه ندارد. این احتمالاً در واقع یه عددی بوده است بین 75 و 76 که من تخمین زدم 75.5. یه نفر میتونه تخمین بزنه 75.4 75.6 ولی درستش اینه که یا 75 بگیریم یا 70 در واقع 6 و به این ترتیب مشخص می شود که من ام آر بی را باید توی زاویه 75 درجه ای در واقع نصب بکنم تا این سیستم چی بشه؟ این سیستم در حقیقت بالانس بشود. پس من میام تو زاویه منهای 84 درجه ام آر آ را با اندازه 41 صدم به این شافت فیکس میکنم. تو زاویه 75 درجه هم ام آر بی که اندازش 19 صدم کیلوگرم متر بود را به این مجموع اضافه میکنم. در طول هم که در واقع ام آر آ را باید در این نقطه قرار میدادم چون این پایینه، اینجا هم تصویرش میفته پایین، و ام آر بی را هم در این نقطه باید قرار میدادم چون این بالاست تصویر. دقت کنید که اینها تصویر اینها هستند توی سیستم های دورانی. خب و به این ترتیب سیستم چی میشه؟ سیستم بالانس میشه. حالا اگر سیگما ام آر را برای این چک بکنیم و سیگما ام آر آ را چک بکنیم، هر دو طبیعتاً برابر با 0 میشه و به این ترتیب سیستم با دوتا جرم بالانس میشه. اطلاعاتمون هم که به این ترتیب مشخص میشه. خسته نباشید.